سلام و درود، من محمد علی هستم، اینجا چنل کلاسیک دو. خب رفقا، ما مدت ها بود فعالیت نداشتیم، حالا اومدیم که پرقدرت ادامه بدیم. امروز اومدیم ریو رو بررسی. ریو یکی از محصولات خوب مطرح شرکت کیا موتورز که توی ایران ما نسل اولش داشتیم. نسل اول ریو توی سال 2000 میلادی به بازارهای جهانی عرضه میشه و مدل سدان داره و استیشن که داخل ایران مدل سدانش عرضه میشه. و اینکه ریو نسل اول توی سال 2002 ما تغییر قیافه‌ای رو شاهد بودیم که همین نسخه هم به ایران راه پیدا می‌کنه و این مدل هم تا سال 2005 در واقع تولید میشه و بعدش در واقع نسل دوم خودرو وارد ایران میشه. این خودرو بر اساس پلتفرم فورد فیستا ساخته شده که سیستم تعلیقش اون مکفرسون در جلو و نیمه مستقل پیچشی با مینی تعادل در عقب بود. موتور این خودرو از سری موتورهای بی مزدا هستش که موتوری که در این خودرو استفاده شده موتور B5 هست و این موتور 1500 سی سی 16 سوپاپ هستش و توانی معادل 98 حصه بخار رو تولید می‌کنه. نکات مثبت این خودرو میشه اشاره کردش به که بسیار کمه، شتاب بالایی داره، سوخت در واقع مثلا سوخت اقتصادی داره، طراحی کاربردی فضای کابین رو داره، صندوق عقب جادار رو داره و اینکه بدنش هم محکمه و قطعات ساختش هم کره‌ای است. نقاط ضعفش میتونیم اشاره بکنیم به ترمز ضعیفش، حذف ایربگ و بسیار از امکانات توسط شرکت سایپا هستش. امتیاز جهانی ایمنی این خودرو 3 از 5، طراحی 3.8 از 5 و جهانی فنیش هم 3.5 از 5 هستش. حالا سوالی که مطرح میشه خودرو چرا خودرو به این خوبی و محبوبی تولیدش متوقف میشه؟ از سال 90 به بعد در واقع قانونی اجبار میشه که همه خودروها باید ایربگ داشته باشن و سایپا هم میخواست این کارو بکنه که شرکت کیا اعلام میکنه که سایپا حق نداره که هر گونه تغییرات رو اعمال بکنه روی این خودرو و بنابراین توی سال 1391 تولیدش متوقف. بازه قیمتی این خودرو ما میتونیم از بین 350-60 میلیون خودرو انتخاب بکنیم که کفشه و اینکه گرونترین خودرو هم 1 میلیارد و 100 بودشه، متعلق به خودرویی بود که اتوماتیک بود و دارای ترمز ABS بود و به نظر من یک قیمت نجومی و فضایی داشت این خودرو. و اینکه حالا سوالی که من این خودرو رو بخریم یا نخریم، بله من موافقم بخریم. به نظر من یک سر و گردن به نسبت پژوهای بازار بالاتر هستش. خب رفقا، ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره و نظرتون رو در مورد این خودرو برای ما بنویسید.